خوام بهتون یاد بدم چجوری ادیبل درست بکنین. اول از همه یه مایتابه برمیدارید، میذارید رو گاز رو روشن میکنید. دما از 80 درجه تا 120 درجه باشه. بیشتر از این بشه THC رو میتونه خراب بکنه. باید بذاری حدود 10 دقیقه بپزه، تفتش بدی تا زرد رنگ بشه. تا میتونین ارتفاع رو بیشتر بکنین از مایتابه، حرارت خیلی غیر مستقیم بتابه. تا این مرحله که رسید رنگش یه ذره عوض شد، یه ذره هم بوش بلند میشه. دیگه شما میتونین خاموش بکنین، به مقداری که میخواین هر روغنی که دوست دارین میتونین بریزین. چون THC چربی پذیره، هر چقدر چربی اون ماده بیشتر باشه بیشتر جذبش میکنه. پس ترجیحاً از یه چربی خیلی چرب استفاده بکنین، ولی مزه‌ش رو تغییر نده. بعد از این مرحله شما باید دما رو خیلی کمتر از اون حالت بکنین. حدود نیم ساعت اینو تو این دما سرخش میکنین. بعد مرحله بعدی هم میتونین هر چیزی بخواین درست کنین، که من میخوام کیک درست بکنم. این مرحله که حرارت رو غیر مستقیم کردین، اینو باید الان از صافی ردش بکنین. بعد اینو فشار میدین، یعنی تجاوز باید بکنین بهش. خب تو این مرحله که ما داریم الان کیک درست میکنیم، تخم‌ها رو که هم زدیم خالی میکنیم توی بسم الله الرحمن الرحیم و بین الستین. اینم از کوکی کشنده. لطفاً درب را ببندید. پخت ترکیبی لطفاً تا یخزدایی پخت ترکیبی. اینم از کیک ما. به به. به هات باکسینگ روم. نگاه کنین چی شد. خب بچه ها، چون سوخت شما باید حمایت کنین. من کلی ضرر مالی کردم بابت اینا. بعد شما دودو ببینین لذت ببرین. اصلا هیچی تو خونه دیده نمیشه. به 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 به. واو، اسمارتی سوخت. خب ولی یه تیکه های سالمه. برای تست همینقدر من برمیدارم ببینم. اوه اوه اوه. نگاه تیکه های سالمش رو من خوردم. یکی از بهترین کیک هایی که تو عمرم درست کردمه واقعا. The best my تجربه in the world. Nice. Dude is good. وای، من فاکینگ باید این همه زحمتمو مستقیم گو کنمش توی ترش. خوردم بود یه دیگه نیست. خب اوه داغه. حتی سگم نمیخوردش. تاینی بخور. فرار کرد. تاینی بخور. تاینی بخور. تاینی تاینی بخور تاینی بخور. داره فرار میکنه. بخور. سوختم. چقدر حیف شد واقعا. من چقدر ذوق داشتم قراره درست بشه. با طعم ذوق‌الختی شد. میشه رو قلیون گذاشت باشه. چیز کشید، قلیون کشید. خب اینم از این. ولی واقعا خوشمزه شد. ظاهرشو نبینم. فعلا بای بای.